دو روز می شود که مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مرحله از نو به قیدگیری را میگذراند. این مرحله از سنه 10 ایون شروع گردید و تا سنه 30 ایون یعنی 20 روز ادامه میکنند. حالا خواهشمندانی که از مرحله اول به قیدگیری مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نگذشتند امکانیت دارند حجت‌های خود را سپاریده همچون داوطلب نامنویس شوند. شروع از سنه 10 ایون تا 30 ایون با قیدگیری و از نو با قیدگیری برای اشتراک در امتحان‌های مرکزآینده داخلشوی رفته است که در 9 شهر ناحیه جمهوری برآمده شده است. دو تا این نقطه‌های با قیدگیری در ولایت سوت میباشند. یکی است در شهر خوجند، دیگر در شهر پنجکن. برای شخصان برآمده شده است که در دوره اساسی به قیدگیری از قید مرکز ملی تستی گذشته نتوانستند، شخصانی که در صف قوای مسلحه جمهوری تاجیکستان خدمت می‌کردند یا اینکه با سبب‌های اشتراک در المپیادهای بین‌المللی در خارج بودند یا که در مهاجرت بودند. اینچنین شخصانی که می‌توانند که اختصاص‌های خود را تحریر کنند اشتراک کرده می‌توانند. این جوان فراموز ملیبویف است. سال روان مکتب را ختم نمود. بنابر تغییر دادن اختصاصش در مرحله از نو به قیدگیری اشتراک میکند. میگوید از دهه 8 به شهر خوجند آمد تا دیگر بار حجت سپاریده اختصاص لازمش را انتخاب نماید. میخواهد دانش‌های حقوقی خود را بلند کند و تکمیل دهد. از این رو کلاستر 4 را انتخاب کرده است. برابر فراموز ملیبویف داومی 2 روز نزدیک 20 نفر در این مرحله از نو به قیدگیری حجت سپاریدند. این مرحله تا آخر ماه ادامه میکند. از این رو مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بار دیگر با خواهشمندان امکانیت را فراهم آورد تا حجت‌های خود را پیشکش نموده همچون داوطلب نامنویس شوند و در امتحان‌های مرکزآینده شده اشتراک نموده دانش خود را سنجند و دانشجو شوند. برای داخل شدن با مرکز ملی تستی یک کسب ناز انتخاب کردم و آینده می تاجیکستان و خدمت کردم. من یک بار دیگه اختصاص به سپردی بودم. سال بعد مرکز ملی تستی سپردی قرار کردم. کی شدن میخواهید؟ من آینده پروکورور شدن میخوام. یعنی اختصاصی؟ کلاس 4. مرحله از نو به قیدگیری مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در 9 شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان برآمده شده است. مقصد آن بار دیگر امکانیت فراهم آوردن به ختم کنندگان و خواهشمندان برای تحصیل به دانشگاه‌های عالی و کسبی کشور می باشد. دوره اساسی امتحان‌ها از 1 ایول تا 7 ایول برگزار می شود. شخصانی که در دوره اساسی از قید گذشتند از 1 مارت تا 30 اپریل آنها می توانند که از 1 ایول تا 7 ایول امتحان سپارند. شخصانی که عین زمان از قید گذشته ایستادند آنها سنه 12 ایول امتحان سپارند. عین زمان از سنه 5 تا 16 ایون در تمام جمهوری سمینارهای آموزشی برای کارمندان موقتی رفته ایستاده است. اینچنین مرکزهای امتحانی را هم پر را آماده کرده ایستادند متخصصان مرکز ملی تستی تا اینکه همه کامرای نظارتی در وقت روند امتحان فعال باشند و با مرکز ملی تستی مستقیم پیوست باشند. این روند رفته ایستاده است. مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال روان 86,000 نفر را همچون داوطلب اعلان کرد. زیرا این گروه حجت‌های خود را سپاریدند و به امتحان‌های مرکزآینده شده آمادگی می‌بینند. از روی تحلیل‌ها 73,507 نفر داوطلبان از حساب ختم کنندگان صنف 11 بوده، باقی مانده‌ها پس از گرفتن معلومات عمومی یا خود ختم صنف 9 حجت سپاریدند. این نشان داد در قیاس با همین دوره سال گذشته کمتر است، اما هنوز به قیدگیری ادامه دارد. گزارش مفتون شکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.